خوش اومدید به چنل ما. هستم من نیکا و من مهدیم و این یه ویدیو دیگه از فرنچ گرزه. توی ویدیو امروز قراره که یه سری سوال از ما پرسیده بشه در مورد خودمون که بفهمیم هر کدوممون چقدر همدیگر رو میشناسیم و خب هر کسی که سوال رو اشتباه جواب بده، برای هر سوالی که اشتباه جواب بده کلشو میکنیم تو آب یخ. مجازات تعیین نکردیم که بعد ویدیو انجام بدیم، چون که مجازات قبلی و نیکا هنوز انجام نداده و مشخص شد که کلا گردن نمیگیره مجازاتا رو. قراره که همینجا تو ویدیو دهن همدیگر سرویس کنیم. بچه اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید. اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد حتما یه سر به چنلمون بزنید و سابسکرایبش کنید. زنگوله بالا رو هم بزنید که زودتر از ویدیو با خبر بشید. کامنت هم یادتون نره. کسی که سوالای برنامه امروز رو ترک کرده یکتا عزیزه، همون کسی که تو ویدیو قبل راجبش صحبت کردیم، باش آشنایی دارین. انشالله توی ویدیوهای دیگه هم میبینینش، تو ولاگمون هست و الان هم در پشت صحنه حضور داره. ازم سلام علیکم با بچهای عزیز. سلام بچه تو خونه، امروز همراهتون. بچه دوباره لینک ولاگم براتون میذارید، اگه ندیدید برید ببینید که چقدر سختی کشیدیم. اصلا سختی کار و اسم ولاگمون رو بزنیم سختی کار. سوال اول رو با آسون شروع می‌کنیم. جفتمون باید جواب بدیم؟ نه ببین، سوالی که میپرسم تو برای اینو مینویسی، این برای تو رو مینویسی. یعنی همزمان باید بنویسیم. آره. خب رنگ مورد علاقه. خدا رنگ مورد علاقه مهدیه رو فکر میکنه. سبز و مشکی. بنفش. چه بزرگی. این یکی سواله جواب من این هم باشه چون مشترک سوال. اوکی. اولین باری که با هم آشنا شدید کجا بود؟ اولین بار که آشنا شدیم یا دیدیم همدیگر رو؟ آشنا شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس دیگه صبر کن. توی گروه واتساپ که برای درس درست کرده بودیم، آنلاین گروه سواد رسانه بر ساخت کلید. اولین باری هم که همدیگر دیدیم تو مدرسه. آره. خواننده مورد علاقه. یا بسته است. حالا این چند تا؟ نه یه دونه خیلی خاصه. The Weeknd. لانا دل ری. درست. فیلم مورد علاقه. مورد اگه علاقه ننویسی من خودم اینجا- ندارم فیلم مورد علاقه. خودت فیلم مورد علاقه نه. نداری؟ من دارم. تو داری؟ گفتی به من؟ آره. ببین هر گفتی کدوم به؟ ننویسید باید سریال هم میشه آره بنویسی؟ دیگه. اوکی تو داری؟ بنویس. نداری؟ نه خب ندارم. من اصلا می‌نویسن ندارم. اگه من می نویسم اگه درست بود تو بگو. اونم اگه ولی درست من بود. بارها به چند تا هم فیلم رو گفتم هم سریال. یادم نمیاد خب واقعا. بگیر بالا. من د آیدول رو نوشتم. هری پاتر. هری پاتر مورد علاقه ماره. دایدل غلطه. من دایدل رو دوست نداشتم. پس چی دوست داشتی؟ من دایدل فقط به خاطر د ویکند نگاه پس چی می‌کردم. دوست داری؟ من واقعا من نمی‌دونم. عاشق فرندزم. عاشق گادفادرم. من 300 بار دیدم فرندز رو گفتی بهت دیدم گفتم. ولی 300 نگفتی بار دیدم. عاشقشم. خوبه برو. سکسی شدم یا نه؟ خیلی. سرگرمی مورد علاقه. سرگرمی. رفتن تو نت. سرگرمی مورد علاقه من رفتن تو نته. حس می‌کنم. سرگرمی مورد علاقه من فیلم اسکول. خوندن، آهنگ گوش دادن، فیلم نه سریال. من سرگرمی مورد علاقه مسکول کردن نیست. چرا؟ خودت نه من سرگرمی نه. ببین انگار خاطر ته اقیانوس. ها 3 ثانیه رو حداقل بمون. باش. 1001 1002 1003 دیگه مرد. من برو. چیکار لوازم برای کله آبه
میتونید ازش کره بگیرید. سوال بعدی. بهترین غذایی که بلدی درست کنی. ها این چی قرار درست کنم؟ من چی بردم درست کنم؟ یه دونه دیگه من که الان هرچی غذا هست داره بیا. نه تو اینا رو بهم گفتی درست میکنی. ماکارونی، شنسل، مو پاستا. قیمه. اصلا قیمه درست نکردم تو عمرم. من فسنجون رو خوب درست میکنم. نه هستی بود تو مدرسه. من با هستی اشتباه می‌کنم. نه هی میگم من قیمه تو قیمه گفتم من قیمه. قیمه رو یه بار مامانم نبود اونم خودش درست کرده بود. چیا خوب درست کنی؟ فسنجون رو خوب درست می‌کنم، ماکارونی خوب بلدم درست کنم، پاستا خیلی خوب بلدم درست کنم. باشه بعد خفه شو. بابا اینقدر دست بازی حروم نکن، قبلی ها رو بردار. تو چه؟ مال بابامه. خودشونه. پول بابامه. یکی از سلبریتی کراشاتون رو بنویسید. اوکی میدونم دارم. کراش. آره. جک هارلو. شروع. درست بود؟ جک هارلو. تنها بلوندی که ازش خوشم میاد. بدترین عادت. 2 ساعت هم نگذشته که گفتم. قر زدن. گور میشه یعنی تا It was at this moment that he knew. He fucked up. گفتم غور با قین یه نقطه با قین نوشته. او هم نداره، او استثناست. حالا شب مهم نیم. نخوابیدن یا دیر خوابیدن از بدترین عادات. مامانت هم داشت. یادت رو بدیم که من صبح خیلی بد اخلاقم. آره راست میگه. صبح سگ در جهنمه نیکا. تو منم هستم. ولی نیکا بیشتر. خب حالا بهترین ویژگی. آخه خب این از نظر من بهترین ویژگی حالا لازم تو نیست بگی. خودم که میدونم بهترین ویژگی. از نظر من اصلا مگه ویژگی خوب داری؟ خیلی بی‌ناموس. ویژگی خوبه چیه؟ حرف نزن بذار فکر کنم تمرکز کنم. بچه سردرد شدم. ویژگی خوبت این 100 بار گفتی. پایه است ولی قر میزنه. راجع به همه چی اطلاعات داره و لازم نیست زیاد چیزی واسش توضیح بدی. یعنی یه چیزی میگه خودش میفهمه. زیاده. گویی بداهه. بچه‌ها نیکا یکی از بهتر، یعنی من عاشق این ویژگی نیکا. منم. یعنی ببین در آن واحد یه جوری واسه دیالوگ میگه از خودش در میاره مثل بلبل میگه. میذارم یه تیکشو تو ویدیو. یعنی اصلا عشق میکنی. ولی اونو براتون میذارم. اون بداهه گویی و واسهتون میذارم و واقعا ببین فقط من یک کلمه ازت پرسیدم شما نظری نداری؟ ببین شروع کرد دیگه. خیلی خوبه این ویژگیش. دیگه چی هم داشته بودی؟ این که زیاد همه چی راجع به همه چی اطلاعات داری معمولا و لازم نیست زیاد چیزی واسه توضیح داد. یعنی مثلا یه چیزی بهت میگه خود میفهمی منظور چیه. مثلا بابا چه میدونم مثلا راجع به همه چی اطلاعات داری. من نوشتم تو پایه‌ای ولی قور میزنی. مثلا به مهدی بگی بیا بریم اینجا میگه باشه ها ولی وقتی داریم این کارو چقدر مثلا چقدر گرمه. مهدی مثلا گشتمه مثلا بریم فلان اینو ببین چه خوشگله بریم. کی بریم چقدر گرمه. راست میگی. من کلا راجع به همه چی قور میزنم. چرا اینجا چرا فعلا راحت نیستم. من تو خونه راحت نیستم. کلا راجع به همه چی قور میزنم. قبول دارم. بعد نریم راحت خب مکان مورد علاقه. یه مکان واحد بعد باشه یا مثلا هر جا مکان نمیدونم شهر کشور کافه خیلی دوست داره نیکا. پاریس درسته؟
آره درست. عاشق کافه و یه روزی کافه پاریس میزنم. که مورد علاقه مونه. جفتم. ولی من میرم واقعا یه روزی کافه میزنم. پاریس مورد علاقه جفتمونه، ولی نیکا واقعا ولش کنی تو کافه میخواد بخوابه، اصلا میخواد زندگی کنه تو کافه. دوست دارم. آره خیلی. خب بعدی اصلا یکی از شغلای ایدئالم اینه که باریستای کافه شم. ولی یه یه تایم باریستاش نمی کافه بزنیم. چرا کافه رو دوست دارم ولی خب اصلا باریستایی خیلی خوشم میاد. بعد یه تایمی می‌خواستم برم دوره‌های لمیزو برم. می‌خواستم پارسا دوره‌های لمیزو برم. دیگه نرفتم دیگه. خب بس همه چرا به ما میرینه؟ به چیز خاصی اگه دارید من ندارم، من به چیز خاصی آلرژی ندارم. چرا من دارم؟ گفتی؟ دقیقا تو همون نمایشگاه کتاب گفتم. من اصلا مشکل معده دارم. یه سری چیزا گفتم میخورم معدم درد میگیره. امروزم گفتم تخمه میخوری جوش میزنی، اینو میدونم. نه اونی که همه میزن. چرا نه من نمیزنم. چه ربطی داره؟ نه من سالاد نمیدونم. من سالاد کردم خوراکی لوبیا. امروز سالاد کردم و گفتم. بعد توی نمایشگاه کتابم گفتم سرکه که میخورم گلوم میخوره. چیپس سرکه گرفته بودید. واقعا گفتم نمیدونستم، ولی تخمه رو 100 بار گفته بودی. آره تخمه خب چرب جوش میزن. باختی برو. بعدی نمیدونم حتی خودت میدونی ولی فتافاک هنوز به خودشناسی نرسیدید. نشان فلکی ماه تولد بخورم. آره همین گردنبندش هم اسکورپیو عقربه. تو اسکورپیویی. آره خب همون عقربه دیگه. من نمیدونم تو چیه. با تو رو نمیدونم. شکل قیافش هم نمیدونی چه شکلیه؟ مهرو آره. اصل منم نمیدونم لیبرا این لیبرا این من خودم چیزه مرسی واقعا زحمت کشیدی. بعدی تیکه کلام نمیتونم بگم. نه یه دون تیکه کلام نرمال دارم. نه اون که همین الان میگه نه اونو نگو، اون زشته. تو چی میگی؟ تیکه کلامه به جز اون چیه؟ خب بس یه دونه سب کن نه سب کن. تو نوشتی؟ بازم آخه داره، بذار فکر کنم. مهدی یه دونه داره همیشه میگه چیه؟ یه دقیقه تو میدونی؟ نگوش. این چیه نوشتی؟ اینا هم درسته دیگه. یه دونه دیگه دارم اون خیلی اصلیه. نمیدونم چیه. یه سن فکر کن. خیلی میگم. میدادم؟ آره خیلی میگم. نمیدونم. نانستا سایدای. ببین تناب من خیلی میگم. آها جدیدن چیزم میگه استتیکه. ولی میدونی آره، اینا هم من یه حساب. دونه دارم خیلی استفاده میکنم. چی؟ دیگه نه نشنه من تا نان استاپو خیلی میگی تو. نان استاپو میگم دیگه نان استاپ و نان استاپ میگی. دیگه هم میگم تو چتام هم دیگه آره رو بعضی وقتا میگم. میگه راست میگه، ولی نان استاپو خیلی شنیدم بگی. خب اوکی بعدی اگه یه قدرت ماورایی داشتیم دوست داشتیم چی باشه؟ یعنی بهش میخورد که چی داشته؟ بهش میخورد یا دوست داشتی؟ دوست داشت. خب نمیدونم راجع به همچین می‌دونم. چیزی تا حالا صحبت نکردیم با هم. به من چه کلتون کنی تو ها؟ بابا کدوممون نمیدونی؟ ببین چرا خوشش اومد حالا ببین چند تا میذاره من میگم چند تا یکی تو مغزش انتخاب میکنه تو اون بگو. اوکی. من به تو گفتم ولی چی دوست دارم خیلی باشم. بگو. آره. آها یعنی من اونی که انتخاب میکنم و این بعد بنویسه تو اون آره. که اینه. اوکی آره. بگو چند تا رو. مثلا بتونی غیب شی، خب پری دریایی باشی، خوناشام باشی، یا اینا که گوشاشون دراز الف باشی. از این 4 تا. آها من بعد اینو بگم. مال منو بگو تو، من مال تو رو میگم. حد سب میزنم. نه سب کن. این میدونه چی بهم خیلی میخوره بین اینا. خوناشم؟ آره. نه. بچی من بهت میخوره. بهت میخوره چه؟ اونی که تو ذهنم من از نور آفتاب متنفرم.
از نور آفتاب متنفرم، آفتاب میزنه میخوابم، همیشه هم لباس مشکی تنمه. راست میگه. لباس مشکی تنته که بدتر آفتاب به جذب میشه و شکل و سفید اصلا خوبه همه مشکی میپوشن. صبح بخیر زیبا. چرا نیکا چیش نشده؟ صدابی؟ ریملامون که یکیه مگه اسنس نمیزنی؟ چیش خارجیه دیار میزنم. Oh my god. ترجیح میدی آخر هفته رو بیرون باشی یا تو خونه؟ آها این نیکا تو این نمیخواد از خودشو بنویسه. همین الان گفتی من آدم بیرونی هم دوستان برم بگردم. تو هم بیرون؟ آره منم بیرون. من اصلا جمعه خونه این میمونم روانی جمعه میشم. اصلا خونه نیست. آره. مهدی زنگ مهدی کجا؟ ماما اومدیم پاشاز. داریم پاشاز خرید میکنیم. راست میگه. من هر جمعه با ننه بابام ددرم. منم که آخر هفته تهران نیستم. آره اینم که همش کردان و میگون و چای یا قهوه ترش یا شیرین؟ آها این ترشش. تو چای خیلی دوست داری ولی قهوه هم خیلی دوست داری. قهوه ترش. چای شیرین. چای شیرین. ببین این ببین از بیرون میاد بعد چای بخوره. من میدونم اینو ترشش قضیه که رو. خیلی درسته. من اصلا سه شیرین میخوام حالا تعامل ولی قهوه هم میدونم که نوشیدنی من قهوه من کلا کافئین دیگه آره. زندگی یعنی اون ویدیو هست میگه یه رفیق برعکس من اصلا قهوه دوست ندارم. دیگه من بعد کم کم برم تو خط تریاکی. شغل رویایی. همین الان گفتی. آره یکیشونه ولی تو آها دیگه مهدی کل آدمو خبردار کرده. همه میدونن. کل ایران. کافه زدن و معلم تدریس آلمانی دوست داره. نه دوست ندارم معلم تدریس میشم. صاحب بار میخواد باشه. کافه کافه زدن زدن دوستم معلم یکیش درست باشه اوکی. آره من درسته ولی من دوست ندارم. من از معلمی خوشم نمیاد. پس چی معلم گفتی میخوام برم آلمانی تدریس کنم. چون پولش خوبه. به هر پولش خوبه. من به فکر کافه زدن که کافه زدن دوست دارم. واقعا هم دوست دارم وکیل شم. یعنی خیلی خوشم میاد از وکیل. دیگه منم که همه میدونن صاحب بار. همه میدونن من دوست دارم بار بزنم. یعنی همه. آره. بعدی. اسم نه اونو نه نمیشه. حالا اسما رو شطرنجی میکنی. اسمم شطرنجی. اکسمو بگو ها نه اکس قبلیمو. آخرین اکس همونم اسمشو فکر میکنم. فوبیا. من فوبیا اینو نمیدونم. میدونی فوبیا منو میدونی من از چی خیلی متنفرم. چی نمیدونم به تو گفتم یا نه تو میدونی من با چی اصلا حال نمیکنم و خیلی بدم میاد. نمیدونم فوبیا میشه بهش گفت یا نه. خیلی بدم میاد یعنی چندشم. فوبیای من اسم تو داره. وایسی با من اسم همه فوبیا رو نمیدونم. فوبیای من حتی اسمم داره ولی اسمش خودم یادم رفت. افهم فارسیشو بنویس. درسته؟ نه نمیدونم. منم نمیدونم. من فکر کنم جاهای تنگ. من چیز دارم اسمشو یادم رفته فکر کنم اسم فارسیشو فکر کنم بگو. ایبوفوبیا است. فکر فارسیشو کنم بگو. ترس از چیزای سوراخ دارم. راست میگی؟ نمیدونستم. من از حشرات فوبیا دارم. میدونستی من چقدر از حشرات بدم میاد. من واقعا فوبیای چیزای سوراخ. من واقعا حشره میبینم انگار گوشت تنم داره کنده میشه. مثلا دونه زنبور یا اصلا تخم مرغ درست کنیم. یه دفعه تخم مرغ داشتم درست می‌کردم. چی درست می‌کردی؟ تخم مرغ دیگه چیزیش دونه. ببین انقدر حالم بد میشه اصلا یه جوری میشه خیلی عجیبه. میفته. خیلی چیز بدیه. بعد من وقتی آبل مرغ گرفتم اینجوری شدم. تو بس هیچی نمی‌کنه همونی از اول. دوستان تاثیر مواد آرایشی خوب استفاده کنید. دیور بزنید. خب سوال بعدی. سوال بعدی و سوال آخر. همدیگه رو توی یک کلمه یا یه جمله توصیف کن. یک کلمه یا یک جمله؟ آره. جمله. هر جمله واسه نه من میخوام کلمه میکنم
شوگر مامی خرچون شیک قرقروی پایه استتیک. فشنبل. حتما من اگر شوگر مامی سمهله واقعا شوگر مامیه. من هنوز مای توین. نه شوگر مامی مدت کسی بودی بهمون ناهار داده. میشه جونه دستشون درد اون چیز بود، اون سوره یه موضوعی بود. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. خدا رو شکر شناخت خوبی از هم دیگه داریم. اگه از این مدل ویدیو تعاملی بیشتر دوست دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگید. ویدیوهای قبلی هم حتما چک کنید. مطمئنم خوشتون میاد. پیج اینستاگراممون هم براتون میذارید، برید ویدیوها رو ببینید اونجا هم. بعد اینکه خبرهای خیلی خوبی تو استوریا رو چک کنید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت یادتون نره، ویدیو رو هم لایک کنید. تا ویدیو دیگه. با